تاج محل دردانه هندوستان یکی از انشاءات مشهورترین رمز محبت بزرگ در دنیا میباشد. دهلی نو پایتخت هندوستان بوده از قدیمترین و جالبترین شهرهای عالم به حساب می رود. خودی واژه دهلی از واژه فارسی دهلیز برمی آید. آن در قطار 5 شهر سراهالی ترین دنیا جا گرفته است و طبق آمار رسمی بیش از 10 میلیون اهالی دارد، اما اهالی آن به شهرهای اطرافش از 20 میلیون نیز بیشتر می باشد. در شهر بیش از 60,000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی موجود می باشد. اپنا سینہ تانے منزل کہاں کہاں رکنا ہے. در دهلی 4 زبان رسمی هندی، انگلیسی، اردو و پنجابی رایج است، ولی با لهجه و زبان‌های گوناگون با هم صحبت می‌کنند. در این کشور نمایندگان دین‌های گوناگون با اهالینه پهلوی هم زندگی می‌کنند. گشت و گذار و سیاحت در این شهر سرسبز بسا جالب است. کتب مینار، قبر همایون، جمعه مسجد، اکشردهم، دروازه هندوستان، بینای پارلمانت، معبد نیلوفر، بازار دارواری ها از جمله مشهورترین نقطه های سیاحی این شهر کهن می باشند. اکشردهم معبد هندویی بوده با حشامت و زیبایی خود به همتاست. آن همچون بزرگترین معبد هندویی به کتاب رکوردهای گینس وارد گشته است. افتتاح آن سال 2005 صورت گرفته بود. ساختمانش باشد در مدت 5 سال با اشتراک بیش از 7,000 استایان چیره‌دست از مضافات‌های راجستان، اوریسا و بنگال به انجام رسید. مبلغ ساختمان که بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد از حساب مبلغ‌های خیریه اختیاریان پرداخت گردید. جاندوی چوک باشد یکی از محله‌های قدیمی دهلی بوده. در آن امروز شماره زیادی دکان و مغازه‌ها جای گرفته است. آنجا تمام محصولات را خریدن امکان پذیر است و این ناحیه دائما سرآدم می باشد. در دهلی یکی از کلانترین فرودگاه‌های آسیا، فرودگاه بین المللی به نام اندیرا گاندی واقع گشته است. همه روزه به تماشای این شهر دلارا که دروازه هندوستان محسوب می‌یابد صدها هزار سیاحان می‌آیند. چون شهر خیلی بزرگ است، برای از یک نقطه به نقطه دیگر رفتن بیشتر از مترو استفاده می‌برند. متروی دهلی سال 2002 افتتاح شده از 9 خط و 253 ایستگاه عبارت می‌باشد. آن همه روزه به بیش از 2 میلیون آدم خدمت می‌رساند. برای سفر از دوشنبه به دهلی از شرکت سامانیر استفاده برید. شرکت سامانیر شما را از دوشنبه به دهلی در دوام 2 ساعت 20 دقیقه به این شهری افسانه‌ای دهلی می‌رساند. شرکت سامانیر شرکتی موفق وطنی میباشد. در نزدیکی متروی پراگتی میدان باغی بدیل واقع گشته است. محض در آنجا میرزا عبدالقادر بدیل شاعر معروف ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس دفن گشته است. هندوستان اینجا بسیار در اینجا بدیل است. به شرافت اعلام گشتن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، رشد توریسم در کشور جانا گشته، عالمیان کشور ما را همچون سرزمین صلح و صلاح و دارای طبیعت زیبای و ناتکرار اعتراف نموده ایستادند. بر رشد این ساحه اینچنین شرکت‌های هواپیمایی مساعدت می‌نمایند. آخر سال گذشته شرکت وطنی سامان ایر خط‌سیر نوی خود را از روی مسیر دوشنبه دهلی دوشنبه باز نمود که برای رشد توریسم سهم خاصی را می‌گذارد. ما نیز با استفاده از این فرصت مناسب تصمیم گرفتیم که به کشور افسانه‌ای هندوستان سفر نموده با شهرهای سیاحی آن از قبیل دهلی، آگرا و جیپور آشنا شویم.